سلام عزیزان. یاد یه مطلبی افتادم. دیدیم میگن با هر چی دارین و با همون خوش باشین و بگین و بخندین و یه ترانه هم که هست میخونه دیگه، هر چه دارین بپوشین و بخندین و بگردین و برقصین. واقعا یادم میفته. خب قدیما طرف بالاخره هر کی اندازه خودش تو با همونی که داشته خوش بوده. یه روز یعنی پدرم تو هر کاری همینجوری بود. الان فکر میکنم بله آقا، داشتم تعریف میکردم. رفتیم رسیدیم مشهد و خب پسرموم که خب دیگه باید خرج خودشونو میداد. آقا من حساب کتابش دست برادرش بود و به برادرش هم پوست میداد. هم خب قصابی میکردن، پوستشو عموم میبرد، پوستای گاوی گوسفندیشو عموم میبرد. از عموم هم طلب داشت، همیشه هم اگه مثلا پولی چیزی هم داشت میداد دست عموم. خلاصه قرار بود اون پول بیاره. آها، برای خب پسر عمومونم چیز بود دیگه، پسر عمومونم قصاب بود دیگه. آقا هرمز قرار بود به قول یار گفتنی پول که اینا که پوست داده بودن پر شده بودن، از اون پول بیاره اینا اونجا خرج کنه. مثلا آقا هرمز هم مثلا مادر خرج بشه دیگه، چون آقای من که کاری نمیکرد، مثلا نه کاری به خونه داشت نه کاری به هیچ چی نداشت. آقا